میشنوید. پس از یک ترکیش یک بالون گاز در شهر اورالسک جمهوری قزاقستان چند تن از شهروندان تاجیکستان در بیمارستان بستری شدند. چند پیش خبر رسید که یکی از زخمیان ترکیش گاز که شهروند تاجیکستان بوده است در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. خبر می‌دهد سامانه اطلاعاتی مویگورد. گفته می شود که یکی از جبرانیدگان 21 سال داشته، حالتش از اول وزنین بود و تقریبا 100% بدنش سوخته بود. طبیبان کوشش کردند ولی متاسفانه این جوان به هلاکت رسید. گفتند مسئولان ریاست تندرستی ولایت قزاقستان جنوبی از 3 کارگری که از سوختار ضرر دیدند تنها 2 نفرشان شهروندان تاجیکستان بودند، نوشته است ریا نووستی از قبل مسئولان خدمات حالتهای فوق‌العاده جمهوری قزاقستان. یادآور می‌شویم که حادثه انفجار گاز شام 30 ینور در یکی از خانه‌ها در شهر اورالسک جمهوری قزاقستان رخ داده است. شرکت هواپیمایی سومون ایر تصمیم گرفته است که پروازها در خط‌سیر دوشنبه ارومچی دوشنبه را برای ماه فوریه سال 2020 بکار کند. مسئولان سومون ایر قطع پروازها به چین را با سبب وضعیت فوق‌العاده اعلام گردیدن از جانب سازمان جهانی بهداشت روی دست گرفتند. در این باره از اگنتی هوانوردی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نیز خبر دادند. در یک خبر پخش شده از جانب شرکت سومون ایر آورده شده است که با مقصد حفظ سلامتی اهالی جمهوری تاجیکستان از کرونا ویروس سومون ایر تصمیم گرفته است که پروازها در مسیر دوشنبه ارومچی دوشنبه را در ماه فوریه سال 2020 بکار کند. همچنین گفته می شود که مبلغ خرید چیپ‌های مسافران بازپس گردانیده می شود. یادآور می شویم که 24 ینور سال روان شرکت هواپیمایی سومون ایر بنابر تجلیل سال نو در چین پروازها را از دوشنبه به ارومچی و بازگشت را موقتا قطع کرده بود. اما پرواز نخستین در مسیر دوشنبه ارومچی پس از تجلیل سال نو چین 4 فوریه به نقشه گرفته شده بود و اکنون معلوم شد که این پرواز نیز لغو می شود. ادامه خبرهای روز را مستقیما میشنوید. بار اول در روسیه در بدن 2 بیمار نشانه‌های کرونا ویروس چینی را معاین کردند. یکی از آنها در منطقه زبایکال و دیگری در ولایت تیومین معاین گردیده است. اینها شهروندان چینی‌اند، گفت معاون رئیس حکومت روسیه تاتیانا گولیکووا. حالا وضع سلامتی و یا خطر پهنشوی ویروس تاجدار از این 2 شهروند چینی را مقامات روس آشکار نمی‌کنند. معاون رئیس حکومت روسیه همچنان گفته است که روسیه بر اثر ویروس تاجدار عبور سرحدی مغولستان را با روسیه محدود می‌کند و برآوردن شهروندان روسیه را از شهر ووهان و مضافات هوبی چین آغاز می‌کند. با گفته تاتیانا گولیکووا حکومت اینچنین یک لایحه را تهیه کرده ایستاده است که موقتا بازداشت دادن روابط‌های کاری به روسیه را برای شهروندان چین پیش بینی می‌کند. از 30 ینور سرکرده روسیه همه نقطه‌های گذرگاه‌های سرحدی خود با چین را در منطقه شرقی دور بست. همچنین وزارت تحصیلات عالی روسیه در موافقت با حکومت برای دانشجویان چینی که در دانشگاه‌های روسیه تحصیل دارند تا 1 مارس رخصت اعلام کرد. سبربانک روسیه همه شرکت‌های موبیلی جمهوری تاجیکستان را با سیستم پرداخت‌های خود پیوست کرده است. نماینده رسمی سبربانک خبر مذکور را چنین شرح داد: استفاده برندگان و مشتریان سبربانک امکان دارند که طریق آنلاینی یا اینکه از دستگاه‌های خودخدمت‌رسان بانکی حق علاقه موبیلی، توازن تلفنی خود و یا نزدیکانشان را که در تاجیکستان قرار دارند به ممانعت طریق سبربانک میتوانند پرداخت کنند. اینچنین اطلاع داده می شود که ماه نوامبر سال 2019 سبربانک با امضای سازشنامه با شریک اولین خارجی شرکت ملی علاقه جمهوری تاجیکستان TCL به بازار بین‌المللی پرداخت علاقه موبیلی وارد شده است. خبرهای روز را ادامه میدیم. سهم فدراسیون روسیه در رشد تاجیکستان توسط لایحه‌هایی که از جانب برنامه رشد سازمان ملل متحد از سال 2014 عملی می‌شوند تقریباً 15 میلیون دلار را تشکیل داده است. هیئت حکومت فدراسیون روسیه با نتیجه‌های فعالیت لایحه‌های برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان که از جانب روسیه مبلغ گذاری می‌شوند شناس شد. خبر می‌دهد سپوتنیک تاجیکستان. سهم فدراسیون روسیه در رشد تاجیکستان توسط لایحه‌هایی که از جانب برنامه رشد سازمان ملل متحد عملی می‌شوند از سال 2014 اینجانب 15 میلیون دلار را تشکیل داده است.
ҳоло дар доираи фонди трастии русия ва барномаи рушди созмони милали муттаҳид дар тоҷикистон 6 лоиҳа амалӣ мешаванд ки ба ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ ва иқтисодӣ ва иқлим равона шудаанд. Яке аз самтҳои муҳим ин кӯмаки Федератсияи Русия барои мустаҳкамкунӣ ва таъмини техникаву таҷҳизотҳои ҳарбии Тоҷикистон аст. Ҳамин тавр дар 4 соли ахир ба миқдори 12 миллиард рубл аслиҳа, таҷҳизот ва лавозимоти ҷангӣ ба ҷониби Тоҷикистон дода шудааст, гуфтааст сафири Русия дар Тоҷикистон Игор Лякин Фролов. Сафири Русия дар Тоҷикистон инчунин қайд доштааст ки кӯмаки Федератсияи Русия тавассути созмонҳои байналмилалӣ танҳо як қисми дастгирии рушд аст, ки Москав ба душанбе дар доираи муносибатҳои дуҷонибе расонидааст. роҳбарони минтақаҳои Русия метавонанд ҳуқуқи ба танзим даровардани ҷалби хориҷиёнро ба кор тавассути маҳдуд кардани касбҳои мушаххас амалӣ созанд. Тадбирҳои нав ба корфармоён имкон медиҳанд ки коргарони заруриро дар минтақаҳо ҷалб намоянд. طبق گفته‌های معاون رهبر حکومت روسیه تاتیانا گولیکова ҳоло лоиҳаи қонунӣ ба танзимдарорӣ ва ҷалби хориҷиёнро бо иҷозаи роҳбарони минтақаҳои Русия комиссияи вежа омӯхта истодааст. қонуни мазкур танзими дақиқтари ҷалби муҳоҷирони меҳнатиро аз хориж пешбинӣ менамояд. ба гуфтаи муаллифони ин ташаббус, дар сурати қабули қонуни мазкур ба корфармоён имкон фароҳам меояд ки коргарони хориҷии заруриро дар минтақаҳои Русия ҷалб кунанд. غیر از آن لایحه قانون بر روبران منطقه‌های روسیه دادن حقوق برای محدود کردن شماره پتنت کاری به شهروندان خارجی پیش بینی می‌کند. انتظار می‌رود که این تدبیر به حفظ بازار مهنت برای ساکنان محلی مساعدت خواهد کرد. در این حالت کارگران خارجی در منطقه‌ها تنها به کارهای جلب کرده می‌شوند که نارسایی قوه کاری وجود داشته باشد. قابل ذکر است که طبق معلومات وزارت کارهای داخلی روسیه تا 31 دکمبر سال 2019 شماره کارگران خارجی در سراسر روسیه بیش از 2.3 میلیون نفر را تشکیل داده است که تقریبا 1.5 میلیون نفر آنها در اساس پتنت کار می‌کردند. مسئولان وزارت معارف و علم تاجیکستان گفتند که 61 نفر دانشجوی تاجیک در شهر ووهان چین، مکانی که کرونا ویروس نوی خطرناک سر زد، تحصیل می‌کنند که 18 نفر آنها برای تعطیل به تاجیکستان برگشتند. طبق معلومات آخرین حالا 43 دانشجوی تاجیک در ووهان تحصیل می‌کنند. اطلاع داده است الهام کمالزاده، سردار ریاست روابط بین‌المللی وزارت معارف و علم تاجیکستان در نشست خبری. بعضی دانشجویان تاجیک از ووهان با تعطیل زمستانه که تقریبا 2 ماه دوام می‌کند به تاجیکستان برگشتند. طبق اطلاع سفارت تاجیکستان در چین، اکثر دانشجویان تاجیک در شهر ووهان بوده در 3 دانشگاه تحصیل می‌کنند. دانشگاه دولتی ووهان، دانشکده گیولوژی و دانشگاه علم و تکنولوژی. ابراز داشته است الهام کمالزاده، سردار ریاست روابط بین‌المللی وزارت معارف و علم تاجیکستان. محمد یوسف امامزاده، وزیر نوتعیین شده معارف و علم، اعلام نموده است که وی با سفارت تاجیکستان در چین و مرکز اداره نزد وزارت تندرستی عاید پیشگیری از ویروس تاجدار پیوسته رابطه دارد. همچنین اعلام نموده است که مسئله دانشجویان در چین در جلسه حکومت بررسی شد و در جلسه نوبتی حکومت نیز این مسئله به بررسی گرفته می شود. سامعین ارجمند، شرح خبرهای روز را مستقیما روی موج رادیو مواجه شنیدید. با ما بودن رو فراموش نسازید. سلامت باشید.